سلام بچه‌ها، ما اومدیم امروز با یک پارکور خوب. بریم سراغ ویدیو. درسیم بچه. این چیه چون یه لحظه. تو رو خدا لایک کنید. تو رو خدا فقط به لایک شما و چنلم هم سابسکرایب کنید. بریم سراغ ویدیو. اول من این رو درست ویدیو میزنیم اینجوری میکنیم. خب اومدیم دکمه بزنیم. الان اسپام پوینت. من این زمینه رو فقط همینش رو بازی کرد. پارکور بچه واسه من خیلی نگاه کنید. حال کردید اولیش همینجوری رد کرد. کلیک اسپان. ایزی دایمند خوشم میاد. همین بود نمیشم کرد. آی وای نزدیک بود تا شانسی بود. چی نشه ندر آر هل. ای وای خب the end. بچه دقت کردین هر لحظه ای سخت‌تر میشه بازی. هر لحظه یک بار. من اینو الان میرم بچه یه لحظه. آره میخواستم اینو بهتون نشون. اگه از این اسکین خوشتون میاد همینو میخواین بذارم. اگه نه خوشتون نمیاد قبلی رو بذارم. وقت قبلی اسپایدرمن بود، این هیروبراین شدیم. هیروبراین تو پارکور بلد نیست. همه فیلم‌ها میگن هیروبراین قدرت داره. بچه اگه این ویدیوها رو دوست دارید به هم میگم ویدیو رو اگه این ویدیو 5000 تا لایک برسه میریم سراغ پارت بعدی. اگرم میخواین تو کامنت ها بنویسید که به واسه بعدی چیکار کنیم و منم به حرف شما گوش میدم و میرم و اسم اون چیزی که میخواین رو بنویسید. و این بچه ها دم مرد دکمه رو میتونستم بزنم ولی بازم برمیم. چرا پارکور اینقدر بد شده؟ من پارکور خیلی خوبه، مطمئن باشید. همینم نمیگفت. مثل اینکه میفته، پس باید یه کمک. خدا ساکت میمونم. وای خدای شکر تونستم ها. یا علی بوده هل مو. تونستم اولی. وای چرا نمیشه؟ همین یه بلاک نمیتونم. به نظر تو اینجا نزدیکتر. من میگم تونستم خودم انداختم. حال میکنین من چه کاری کردم؟ حتما به خاطر اسکینم. من اسکینم. یادم رفت میشه اسکین عوض کرد ولی الان موقع این فرصت نیست.
وای 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 ویدیوم 5 دقیقه شد. اینقدر زود اومدم چند حالی نمیدونم. وای 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 همینجا اسپان پوینت بزنم. اسپان پوینت بزنیم که اسپان. خب الان اسپان پوینت شدیم. چه مسخره بازیه. آدم بد واسه من اینجا اسپان پوینت بزنم. اسپان پوینت همین اسپان پوینت زندگی خراب کرده واقعا کرده. بچه ساب کنید تو نمیره. خوبه این دفعه اینجا جونم کم بود مردم وگرنه من هیچ وقت نمیره. دیدین فقط این که الان این ورشم نرده بود. وای این ورشم وای 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 اینجا بیفتم زایی است. اینجا بیفتم گی. من واقعا گیم گی اگه اینو رد کنم. واقعا گیم اگه اینو رد نکنم. اگه نمیرم گیم نمیخوام گی نیست. وات وای 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 ایزی. اینجا اسم پوینت بزنم. میخواین یکیم وای 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 نکن. واقعا دارم عذاب میکشم. دایا نه من میخوام اونجا تلپورت شم ولی نمیتونم. ببخشید که هی اینجوری اسپان پوینت میزنم. اصابم خورد شد. وای بچه خیلی یعنی نزدیک. بیفت خودتون دیدید اینجا اسپان پوینت نمیشه زد. بذار بمیرم برم جا قبلی. بمیر دیگه. ضربه آخری. خب من ببینم میام اینجا. خب چرا ویدیو رو داشتم قد آدم بد. اوی خدا همینو بکن. بذار اینجا. بابا خب من نمیتونم. چی کاریه؟ نه واقعا اینو بکنیم. نمیده نامد. من یه لحظه برم بیرون پارکورم بره واقعا. حالا چطوری برم داخلش کنم. 5 تا دت بکنم. 5 تا به خاطر اینجا 4 تا شد. یکی دیگه هم اگه گفتی میخوام چیکار کنم. بابا این میدونستید بشینید روی اینا دمیج نمیخورید. به زولبیا بگین. زولبیا رو هر کی میشناسه
چطوری اسم کنیم شد؟ اینجوری بود اینجوری. حالا این جلوی مسخره بازی میکنم. اینو بکشم. خب اینجا میذاریم. نصیب. حالا میرم روی چطور برم رو. وای خدا. وای. خب بچه من به سختی کریتیو هم نکردم، فقط کریتیو کردم. همین دوتا رو گرفتم، یه غذا و نمیدونم چی، و به سختی خودم اونجا رسیدم و گیم اگه این نیستم. تموم شد. به من میگی تموم شد؟ اینجا باید برم. اینجا هم آره آخرش. وای نگو اینجا رو باید برم پارک. وای حسنم تموم شد واسه پارک. اینجا میام. اینجا بلش کن اینو. آخرش کردس نه اینه رو گفتم. اینجا بود. آره همینجا بود. همینو میرفتم چی میشه؟ خب جامپ پلنت. what the hell. اشکالی نداره. دلم خنک بچه. خودمو یه بار بکشم چی میشه؟ الان دوباره میرم. میدونید اگه اینو رد نکنم گی. نه گی نمیشم. اونو نمیتونم رد کنم. یعنی خیلی سخت بود. بعد اینم یادم بره. یا علی اینجا چیه؟ یعنی بزنی گی. هر کی منو بزنه گی. کسی دلش نمیخواد گی بشه، پس منم میرم. خب ادامه باز. ادامه ویدیو میگه کلیک تو اسپون. خب میگه اینجاهایی که هسته یک بلاک نامرئی. وای خب بقیش بریم. وای نکنه الان لب من. خب بچه ها اگه مهدی رو نمیشناسین، مهدی دوستم الانم کنارم. میخوای بخند؟ میخوای؟ داره میمیره اصلا. باورم نمیشه. میمیرم. چرا؟ خب میخنده. نامد. وای خدا. what the hell. اصلا دیگه من مشهور شدم. مشهور که نشدم. میخوام بگیرم اینجوری برم. دارم خب نمیشه. خود مهدی نمیتونه الان بره. میتونم خوردن بده. نمیدم. بابا من از اینوش نگاه نمی کنم. نامردیه. میخوای با هم بریم؟ نه بابا. what the hell. اینجا بریم بالا. چرا نمیگه؟ ها از دنبال اینجا بلاک. ها بچه ها من یه چیز فهمیدم. یه لحظه
خب بچه گفتم میخوام چوب بردارم که این کار ببینم جاهای اینجاها کجای اینجا. حال میکنی مهدی؟ بله ولی قبلش حال نمیکرد. شفاقت کسی فران من از اون سر دنیا میافتادم. این زیرم شیاف میداشت مهدی. اینجا خودم گذاشتم. چون اینجوری میشه؟ اینجا رو خودم میرم. اگه میخواستم بگم اگه نتونم گیر. وات اسکلتون میبود. بچه ها من از اسکلتون بدم میاد ولی خب من اینو رفتم چرا اینجوری میشه؟ خب اینو نرفتم بچه ها. اینو گفتم اونجا اسپان پوینت داشت من دیوونه همجور اومدم. اینو اسپان پوینت حالا میخندی بخند تو کلاچ. حال کردی کلاچو؟ حال کردم ولی باجا تقلبیه. بابا خودت نمیتونی اینو بری به من میگی؟ میتونم. میخوایی بیام برم؟ بیای بری. نمیخوام. تو خودت بیا دستکش تانوس میکشم. یه ضربه با اون دستکش تانوس بزنم میمیری. بچه ها نخندید واقعا. تو کامنت ها بگین. تو کامنت ها بگین میخواین مهدی رو بیارم تو ویدیو ها یا نه؟ بچه ها اگه میخواین من بیارم داخل ویدیو ها لایک و ساب. نه این ویدیو رو زیرش پر از قلب قرمز کنید. فقط قلب قرمز. اگه علی سینا رو دوست دارید فقط به لطفش قلب آبی بذارید. آبی نه سبز بذارید. بعدشم ویدیو رو لایک کنید. چنلم هم سابسکرایب کنید تا اولین نفر باشید ویدیوهای ما رو میبینید. چرا میخندی خود؟ نگاه تقلب کن میره تو آتش جهنم منو وقتی میسازید هم دردی میکنید. دردم اسم دوستمم مهدیه. تونستم حال کردی بدون اینم نگاه نیسته این چیزی. اینجا چیزی نیسته. اول میزن ورزش میکن. What the hell. خب اینجا اینجوری میریم. خب بچه ها اگه منو دوست داشتید بچه ها کامنت ها رو پر از قلب قرمز کنید. اگه بنویسید مهدی بیاد یا نیاد. اگه اهل سینا رو دوست دارید کامنت ها رو پر از قلب چرنگی کنه. سبز. چرا اینجوری میکنی؟ هنوز ویدیو مونده. خب اینش مونده. اینو من باختم از یارات نه وفادار. اگرم دوست دارین با مهدی برم سری هاردکور تو کامنت قلب قرمز بذارید و قلب سبز واسه من، قلب نارنجی واسه نارنجی. مهدی از قرمز برش میاد مگه نه؟ آره. خب الان میبینی برو که بچه ها نگاه چه جردن گل درخت میخوره ولی میفته ولی آجر میذاره. مهدی رفت دیگه کسی رو نداریم مسخره کنه.
بچه اگه این ویدیو به 4000 تا لایک بخوره میریم پارت بعدی پارکور. اگرم تو کامنت ها بگین دیگه چی بریم، سری هاردکور، هر چی میخواین بگین. بعدش اگه این ویدیو هم به هر چقدر نه 8000 تا لایک بخوره با مهدی میگیریم چی میکنیم. لباس پلیس بچه، اینو دیگه من نداشتم بچه. خب back to spawn. خب بچه ها مرسی که این ویدیو رو دیدین. حتما به کانال مهدی هم که توی این استایه سر بزنید، ولی بعداً الان نمیگم، تو ویدیوهای بعداً هم میگم که سر بزنید. مرسی که این ویدیو رو گرفتین و خداحافظ. ویدیو تموم شد.